بود بقاله و او را توتیه، خشنوای سبز گویا توتیه. یک بقال بود است، بقالش بکله شیک، همین بکله اصلا کلمه خودمون است، از زبان عربی گرفته شده است. بقالی یعنی موضعی که در اونجا روغن میفروشن، ارد میفروشن، دانواری میفروشن، امثال اینا. یک بقال توتی داشته است، میگه یک توتی سبز رنگ بسیار زیبا و خوشرو. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با هم از سوداگران. در نوای توتیان حاذق بودی، بر ندای آدمی ناطق بودی. توتی هم خشروم صدا می‌آورده است، هم با زبان آدمی کم کم گپ میزد است. اگر توتی را کلمه یاد بده خیلی گپ را یاد میگیره، صاحبش میشناسه، صاحبش سلام میته. بعضی توتیای زیرکی هستن که آیه های قرآن حفظ میکنن، سوره های کوتاه حفظ میکنن. همین توتی را توتی گویا بوده است، گپ میزد است. یک روز صاحبش به خانهش میروه برای کار. در این زمین بعضی کارا میشود. در روایتی در بعضی از نسخه های مثنوی اومده است که یک گربه میگه داخل دکان شده بود، توتی را دید، به سوی توتی هجوم کرد. بیچاره توتی همون جان سرکی خست، از این طرف دکان و طرف پرید، بعضی شیشه های روغن چپه کرد، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. روغن گل بسیار قیمت های گیران، یک وقت مخصوص میگرفتن برای روغنش. از روغن گل دوخی تیار میکنن. بعضی مثلا داروهای معالجوی بسیار قیمت بها تیار میکنن. شیشه را چپه کرد، اومدن شیشه ها در زمین زدن، ریخت. چزیر باشید هم دکان و هم شیشه ها شکستن، روغن حیف شد. از سوی خانه بیامد خواجه اش، در دکان بنشست فارغ خواجه اش. خواجهش بیچاره ایکجا میدونه که روغن ریخته است، خیالش که همین دکانم تازه خشرو است، و او دکان کودک نباشه که پیش او کنه. آخی اومد به حضور چه پرتوف چار ترکشه، دید پر روغن دکان جامه چرب. نگاه کرد که همه پری روغن بود است، لباساش در روغن گم شد، غضبش کرد. دید پر روغن دکان جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کلزی ضرب. تیوخه گرفت در سری توتی، ای قهرش شپید. توتی در پیش سرش تاج داره، میدونه نه؟ همون تاجکاش ریخت، کل شد. چوب میگن، چوب که همون چوبش ریخت. مدت چند سخن کوتاه کرد، مردی بقال از ندامت آه کرد. ریش بر میکند میگفت ای دریغ، کافتاب نعمت هم شد زیر میغ. دیگر توتی ای گپ مون. این بیچاره گفت یگان مزگتریسینی گرفته است بیچاره. همه وقتی که ستریسینی مزگ شود انسان میتونه که ای گپ مونه، ای شنیدن مونه، از دیدن مونه. حتی دیگه بیچاره ریشاش هم میکنه و دست پشتی دستش به ننان میخواه که خاک در سرت چی بزدیش. دستی من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سری این خوش زمان. کاش که دست میشکسته همین را نمیزدم، ای گپ نمیمون. یک مونیسی دکان ای گپ مانوندم. او خونه سوخته توتی که گپ میزده است، همون خریدارا هم بسیار جلب میکرده است. دکان دایم پری خریدار بود، دیگه کلینتاش هم دور شدن. بعد 3 روز و 3 شب نومید زار، بعد 3 روز و 3 شب حیران زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. جولقی سربرهنه میگذشت، با سری بیمو چه پشتی تاس تشت. 3 شب و 3 روز گپ نزدی، مردک دیگه دست دیلش خنک شد، گفت تمام اکی گنگ شده است. یه روز ششته بودن، خوجین محزون و این توتی رم دماغش سوختگی که نخواسته پیش دکان. یک جولقی، یک درویش سر تراشیده است، کل کرده، سر مثل تاس واری می درخشه، میگه آفتاب واری. ای پیش دکان عبور میکند. توتی اندرگفت آمد در زمان،
بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چی ای کلب و کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ توتی کل دید خیال کرد که این کلب یکم بیادبی کرده است. درویشم زدیان سر شکل کردیان. ها کل جورا گفت ترا روغن چپا کردی زدن سر تا کل کردن. در گپ در آمد. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچخت پینداشت صاحب دلق را. مردم همه را خنده گرفت. یک درویشی را که به خاطر خدا از بحر دنیا گذشته است، این توتی بیچاره به خودش قیاس کرده است. بعد حضرت مولوی نصیحت من میکنم کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. انا میختم سر تا بسری هر بزرگ نمان. اولیاء الله دوستای خدا او کسایی هستند که آخه هر کس به اون مرتبه و منزلت نمیرسد. گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. در نوشت فارسی بین شعر و بین شیر هیچ فرق نیست. از همون سه حرفی بورتن، شین یا و را، اما فرقش خیلی کلانه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را مثل خود پینداشتند. ولی گپ زنی میگن هم رجال و نحن رجال. و اونا را مرد بدن ما مردیم که آخی. اونا میخوردن ما میخوریم، اونا میپوشیدن ما میپوشیدیم. همو اولیاء الله هم زن میگرفتن، کودک میزایدن، کار میکردن. بعضیش هیزم کشی میکرده است بیچاره بودن، بعضیش از جور ظلم کردیان، سرشون به سر همون بزرگان میمونن. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را مثل خود پینداشتند. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خواب مخور. این ندانستند ایشان از اما، هست فرق در میان نامنتها. نفهمیدن که فرق خیلی کلانه. هر دگون زنبور خوردند از محل، زان یکی شد نیشو زین دیگر عسل. همین زنبوری علاو زنبوری عسل چی را میخورن؟ خیلی علاو کلونه زردک شب گیریم، یک تش عسلت میتو یک تش نیشت میزنه. هر دنه خوردند از یک آبخور، آن یک خالی و این دیگر شکر. نی شکر و قمیش هر دش یک آب میخورن. نی شکر شکر میتو، این قمیش خالی بوده. هر دگون آهو گیه خوردند آب، زان یک سرگین شده زین مشکین آب. همین آهو یا چی را میچرن میخورن؟ آهوی است که از اون مشک میگیرن، مشک ختن میگیرن. اما بسیاری آهو است که فقط همون سرگین میبروی از قفاشو، یکون حاصل ندارن. ببینه 100,000 همچنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. آن خرد گردد پلیدی زو جدا، این خرد گردد همه نوری خدا. همه طعام همه میخورن، یک از بعد خوردن طعام میرود در مسجد نماز میخونه، یک فاسق بدگوهر میرود زنا میکنه. آیا یا برابر هستن؟ آن خرد زاید همه بخل و حسد، این خرد زاید همه عشق احد. این زمین پاک آن شور است بد، این فرشته پاک آن دیو است دد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، شما غره به صورت ظاهری نشوه. میتونن که در صورت یک خیل باشن. آب تلخ و آب شیرین را صفاست. همه آب تلخ هم رنگ آب شیرین صافه بیغباره. آب شیرین بعضن اگر سیل بیایه بلای میشوه، آب تلخ همیشه صاف و صفاه. پس مغرور ظاهر نشوه که اینا از هم دیگر خیلی تفاوت دارن، خیلی فرق دارن. اینا در مراتب راویای حدیث من برای شما یک مثال اندک، یک مثاله که آوردم. خب اگر زورشو نمی اومد، هر آینه امرشو میکردم بر مسواک زدن در وضوی هر نماز. اصلی مسواک علما سنت گفتن،
یعنی اجماع علمای اسلامی اهل سنت و الجماعه میگویند که مسواک زدن سنت است. اختلاف میکند به یک روایت فقط داوود ابن علی ظاهری که واجبش گفته است و برای اثبات سخن خودش یک حدیثی را روایت میکند که او حدیث ابو نعیم اصبهانی روایت کرده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است السواک واجب علی کل مسلم، مسواک واجب است بر هر مسلمانی. اما این حدیث علامه ابن حجر عسقلانی میارد میگه حدیث ضعیف واه است، یعنی به نهایت ضعیف است. به این حدیث حکم ثابت نمیشه به هیچ وجه. پس از این دانسته میشه که مسواک سنت است نزد جمهور علمای اهل سنت و الجماعه الحمدلله. خب اکنون کی سنت میشود؟ ببینید در متن حدیث اومده است در لفظ میگه عند کل صلات، نزد هر نماز. امام شافعی را به همون ظاهر لفظ تکیه کرده و میگوید که پیش از هر نماز مسواک زدن سنت است. اما علمای مذهب امام اعظم ابو حنیفه تأکید میکنن که نه، پیش از هر نماز نه، در هر وضوع مسواک زدن سنت است. وقتی که شخص وضوع کرد طهارت کرد همون وقت مسواک زدن سنت است میگویند. دلیل قول علمای ما چی است؟ یک چند حدیث ها هستند، از جمله امام حاکم در کتاب المستدرک علی صحیحین یک حدیث را روایت میکند از حضرت ابو هریره و این حدیث امام ذهبی در تلخیص مستدرک موافقت کرده است، میگه این صحیح است به شرط شیخین. در اوجه آمده است که لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، یعنی که اگر بر امت مشقت نمیشد امرشو میکردم در هر طهارت مسواک کردن، نه در هر نمازه. و دیگر حدیث ها هستند، مثلا در صحیح ابن حبان هم به همین شکل اومده است. از همین خاطر علمای ما میگن که اگر چنده که در لفظ صحیح، در لفظ حدیث ترمذی و در لفظ احادیثی که بخاری و مسلم آوردن لفظ وضوء وجود ندارد، اما این وضوء هست. مقصد که اگر چنده که حفظ نشده است محذوف است، اما معنی همین را میته. شما تصور کنید که پیش هر نماز یک شخص بخیزه و دنداناش مسواک کنه. و بعضی دندانایی هستند که علت دارن، خون میشوند. در مذهب امام اعظم ابو حنیفه اگر خون جاری برویه، یعنی به همون مقدار دهان خون شود که وقتی توف انداخت اکثری توفش سرخ باشه طهارت میشکنه. از همین خاطر همون قول علمای ما به حقیقت نزدیکتر است. محمد تقی عثمانی در این مسئله شرح توضیح زیاد داده است حضرت. از جمله میگه امام کشمیری، انورشاه کشمیری، محدث بزرگ مذهب امام اعظم ابو حنیفه، از محدثای متأخر است، عصر 20 زندگی میکرد حضرت. همون گفته است که این اختلافی که بین شافعی و بین امام اعظم، یعنی بین شافعی مذهبان و حنفی مذهبان هست، فقط اختلاف لفظی است. نزد علمای ما نیز میگوید وقتی که شخص مثلا از وقتی طهارتش وقتی زیاد گذشت، چند ساعت گذشت، در این بین چند بار طعام خورد، اگر به شرطی که نیت نماز میکند دنداناش هم مسواک کند وضو نکرده مستحب است، ثواب دارد، خیر است. از همین خاطر این اختلاف فقط اختلاف لفظی است. خاصتا که متاسفانه امروز بعضی ملاها شاید خودشون نوزکش باشن، فتوا میتن که بعد نوز کشیدن حجت بر وضو نیست، نوز توف میکنه و میاد در صف نماز میسته. برای این طایفه مردم مسواک کردن حتما سنت است. اگر ترک کردن ترک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن. همین را به یقین بدونه برادر عزیز. خب اکیجه یا مسئله دیگه میمونم. اکثری ما و شما متاسفانه خش نداریم ختیمون مسواک بگیریم، با انگشتامو میکنیم. آیا انگشت قایم مقام مسواک میشود یا ما در هر یک طهارت ترک یک سنت میکنیم؟ محمد تقی عثمانی
در اینجا شرح توضیح میتهم حدیث امام ترمذی را در ضمن بیان میکند که بعضی روایات هست، البته که روایت ضعیفه هستند، اما از بس که به چند طرق روایت شده است بعضی دیگرش قوت میده، که مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت هست که گفته است تجزئ من الاصابع، اگر به انگشتا هم کنی جایز می باشد، یعنی که از جانب همو ادا می شود. یعنی که اصلا همین مسواک دو سنت داره. یکی سنت مسواک زدن، یعنی مالیدن و شکیدن تازه کردن دندان. دویمش سنت استفاده بردن خود مسواک چوب. وقتی که ما به انگشت کردیم یا به شاتکه دندان کردیم سنت اول ادا می شود، اما سنت مسواک زدن تازه و پاکیزه کردن و شکیدن مالیدن دندان درست ادا می شود، اما سنت دیگرش که استفاده مسواک چوب است آن هموش ترک می شود. عادتا ما عادت داریم که هر صبح دندان ها را می شویم، الحمدلله. هم خیلی است جوانای عزیز، دندان ها را می شویم با شاتکه دندان، با خمیر دندان. بعدا تا نصف شب پیش خوب اگر کسی را خش بده دندانش می شود، نه بجام تا خوب میکنه تا سحر دیگه را. اما ما در یک روز 3 بار 4 بار، بعضا می شود که 5 بار 6 بار طعام میخوریم، بعضا می شود روز تا بگه در سر دسترخوانیم. یک مسواک چوب اگر قطعی تو بگیری، اگر هم دندانا را بشکی، باور کنه دیگه نه احتیاج به خلال دندان میمونه نه دهان تام بو میکنه. غرض از این که پیغمبر میگه که امر شو میکردم که در هر نماز یا در هر وضوع مسواک استفاده برن چی است؟ اما خوشبویی است بچهای عزیز، خوشبویی. عجیب زمانی در زندگی میکنیم، کرتم و اگر گریبانش چرکین شود شرم داریم، دهن مو چرکین است، دهن مو بو میکنه پروا نداره. گوش اندک چرک داشته باشه ایزا میکشیم، هم دیگر ایزا میتین که گوش چرک گرفته است، اما دهن بو میکنه نمیدونم با چی سبب باشه، نمیگیم که بردار تا دهن تا میشوی یا نه، دهن تا بشو آخی. سبب آزار مسلمان ها میشود بوی دهنی تا، سبب آزار ملائکه های خدا میشود بوی دهنی تا. غرض انمی دور کردن بوی دهن است، دهن باید بو نداشته باشه. حضرت صلی الله علیه و سلم بعضی طعام ها را، بعضی نعمت های الهی را که بو داشتن استعمال نمیکرد، از جمله چسناک، سیر. در احادیث صحیحه اومده است، از جمله امام ترمذی هم روایت میکند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره اومد، در هم ابتدای اومدنش از بس که خانه نداشت ولی مکان نداشت، مهمانی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه شد. مهمانی حضرت ابو ایوب بود. ابو ایوب انصاری بهترین طعام موافق قدرت تواناییش درست میکرد، تیار میکرد، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستاد. پیش از او که خودش همراه فرزنداش طعام تناول کند اول به حضرت میفرستاد. یک روز طعام فرستاد، اومد خبر گرفت که نخورده است حضرت، اگر چند گشنه بود. گفت یا رسول الله آخی طعام چرا نخوردی؟ گفت در داخلش سم داره. سم یعنی همین چسناک. گفت احرام هو؟ آیا این چسناک حرام است که حضرت نخوردی؟ گفت لا ولکنی اکرهه لاجل ریحه. حرام نیست، گفتی حلال است، اما من به سبب همون بوی بده که داره، چسناک یا بو داره، از همون خاطر کارهش هستم نمیخورم. حضرت ابو ایوب انصاری خوردن چسناک به همون قطع کرد، تا آخر حیاتش دیگه نخورد است. ببینه این سیر خیلی منفعت داره، فایده ها داره، ویتامین داره. از جانب طبیب ها برای کشتن کرم معده و دیگر پیشنهاد می شود، اما از بس که بوی بد دارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم استعمالش نکرد. ما و شما یا ناسی لعنتی را که مورچه به بالاش نمیگذاره، اگر در همین زمین پرتایش تمام خزنده و تمام باور کنه گزنده ها همه میگریزن، همون را استعمال بکنیم از برای خدا. بخاری روایت میکند
که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث امام جابر روایت، حضرت جابر روایت کرده است از رسول الله: من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او یعتزل مسجدنا فی روایت ولیقعد فی بیته. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که سیر یا پیاز خام میخورد از پیش ما دور باشد. در یک روایت اومده است در همین صحیح بخاری از مسجد ما دور باشد و در خانهش بشینه. حضرت صلی الله علیه و سلم مردم تاکید میکرد که اگر کسی آواز اذان بشنوه و با مسجد نه خونش در میتون، میگه اگر پیاز خورده باشه گم شوه یا سیر خورده باشه، مقصد اگر دهنش بدبو باشه نیاید، زیرا هم سبب آزار مسلمان میشود هم سبب آزار ملائکه و فرشته ها میشود. ببینید یعنی که پاک کردن دهن، تازه کردن دهن به نهایت مهم است. حضرت میگه حبب الی من الدنیا النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. امام نسائی روایت کرده است. حضرت فرموده است که از تمام همین نعمتهای دنیا سه چیز برای من محبوب است، سه چیز دوست می‌دارم: زن، بوی خوش و روشنایی دو چشم من در نماز است. نماز مقصد. پس ما و شما باید خوشبو باشیم. قبل از همه دهن ما بوی خوش داشته باشه. از برای خدا در اما عصرهای پیش اینقدر شاتکه نبوده، اینقدر خمیره دندان نبوده، اینقدر مسکوچوب فراوان نبود، مردم دهناشو تازه بود، کوشش میکردن که دهنشو بو نکنه، بوی دهن عیب حساب میخورد. حالا کتابای فقهی را بخونه، اگر کنیز باشه بالفرض که دهنش بو کنه همون رو همچه عیب حساب میکنن، یعنی قیمتش کم میشه و حساب یعنی بوی دهن. یا شخصی که خرید دستش میتونه که با خیاری همون عیب بر بگردونش به صاحبش. نمیدونم چی درد مرسیده است امروز دیگه. دهن مو پرینوس، ای پدر مو ایزون هم میکشیم با هم فش کده در سری دسترخوان با هم دهن پرینوس گم میزنیم.